مقامات تصدیق کردند که در مناقشه شب گذشته در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یک سرهدبان تاجیک کشته شده است. زهیر سیدعمرov 27 ساله ساکن نویه دوستی ولایت ختلان بود. دوران نشانزاده رئیس نویه دوستی در صحبت با رادیوی آزادی گفت مراسم ودا با مرزبان کشته شده نیمروز 13 اپریل در زادگاهش برگزار شد. رئیس نویه دوستی افزود در مراسم ودا نمایندگان قسم حربی که زهیر سیدعمرov در آن خدمت میکرد شرکت داشتند. رفته اظهار همدردی کردیم. پدرش از دنیا گذشته بوده است. دو برادرش در روسیه هستند. مراسم ودا هنگام نماز پیشین شد. بعد اون باز مدد میکنیم، افزود رئیس نویه دوستی. به قول او زهیر سیدعمرov در دعوت بهار سال 2020 به خدمت رفته بود و این شب و روز مهلت خدمتش به پایان میرسید. پیشتر منابع رادیوی آزادی گفتند در تیرپرانی شام سهشنبه سرژنت زهیر سیدعمرov از قفس سینه و شکم تیر خورده است. به گفته منبع به سبب 4 تیر خوردن طبیبان نتوانستند سیدعمرov را از مرگ نجادیند. چند از کاربران سامانه رادیوی آزادی میپرسند که مگر مرزبانان تاجیک جفشن یا برنژلت ندارند و چگونه زهیر سیدعمرov از قفس سینه و شکم تیر خورده است. مقامات این مسئله را شرح نمیدهند. مناقشه و تیرپرانی شام 12 اپریل در بین دهه خسته‌ورز نویه باباجان غفورov ولایت سوخت و دهه بارباردوک نویه لیلک بادکند روی داد. مطلوبه جورایو معاون رئیس جماعت خسته‌ورز گفت مناقشه با عیب مرزبانان قرقیز سر زد. جانب قرقیزستان مسئولیت را به دوش نیروهای تاجیکستان گذاشت. در این حادثه یک سرباز قرقیز هم مجروح شده. ساکنان چند دهه به جای امن کوچیدند. مقامات دو طرف روز 13 اپریل در منطقه بارباردوک واخورده روزی شدند که نیروهای خود را از خط مرز به محل دائمیشان برمیگردانند و سبب و عاملهای مناقشه اخیر را پاره می‌آموزند.